کنیم ناخن یا نه. ناخن یا نه. چیز سعی میخوام بیشتر گفتیم که این طبقه اپیدرم است. هر وقتی که یعنی ساختمان اپیدرم یا شکل اپیدرم تغییر یافته شود یا پیشرفته شود، تغییر یافته و پیشرفته شود، این جور میدونه ناخن. ناخن که است ناخن که است از سه بخش ساخته شده. یک بخشش به نام فری ایج میگه. فری ایج یا بخش آزادش که ما شما قلب میگیم. بخش دو میشه به نام بودی یاد میشه یا جسم. به نام چی؟ بودی یا جسمش یاد میشه. و بخش سومش به نام روتس یاد میشه یا ریشه که او داخل طبقه اپیدرم میشه. اینی طبقه را فقط میگم مردم ها، اینی طبقه بسیار میرسی نه، اینی شکل تغییر یافته میشه، شکل طبقه اپیدرم تغییر یافته شود، ناخن زیاد میشه، پیشرفته رو شود، سخت میشه، ساختمان میشه. اینه یک شکل ناخن است که شما اینی طبقه داخل کی روت است، ریشه، این جسمش و این ساحل فیزیکش است یا بخش آزادش است. این رو می‌کنیم. البته ناخن از خود وظایف دارد. شما دیدید که ناخن وظایف داشته باشه. دو وظایف بسیار مهم داره. سعی کنید اول وظیفه‌اش محافظت است. یا وظایف اول محافظت است. محافظت از انتان میکنه، محافظت از ضربه میکنه، جسم اجنبی بیاره محافظت از میکنه. چه از انتان است، جسم اجنبی، ضربه. از این سه چیزا میتونن خود محافظت بکنن. سه دوم گپ چی داره؟ سهولت بخشیدن در مورد روزمره. هر کاری که تو میکنی، این مثلا تا که مارکرم باز میکنی، این کمک میکنه تا این آسانی باز میکنه. مثلا که ناخن نداشته باشه، از این در پرسان بکنید چطور روی کارهای روزمره چی رقمی پیش میره. این حالا به شما معلوم نمیشه. شما یک دفعه چکر شغله استقلال بزنید، استقلال مریضای سوختگی که باشه، ناخنای سوخته باشه، سوختگی موضوع کارهای روزمره خود انجام نمیده. حتی این مارکر هم بسیار به سختی این قسم باز میکنه. باز فکر کنید یعنی بسیار با آسانی را نمیتونم باز کنم این مارکر. خدا یا سهولت تا چه فشار راوی با صاحب حسینی ولش یا خود با آسانی او که دلته بیا دل میبی بیا تا فشار راځي درک دا مریض کې به کله کولای شي او شیخ خلاص به خپل ژوند مختلف پس تاسو وظیفه دومیش سهولت بخشیدن در مورد زندگی است. سهولت بخشیدن در مورد زندگی است. روزمره کار روزمره که انجام میدید یعنی کارش کمک میکنه ناخن تا کار خوب آسانی انجام.
اینجا نخ موی بچه خانده من موی مونده موی اینجا نشته کردیم تا سعی کنیم خب موی اینجاست اشتغل میکنیم موی یا هیر یا موی هیر یا موی البته این هم از جمله ملحقات جلد است یک بخش جلد شمرده میشه چون ما خونده بودیم بایدتان باشد که فولیکلش یا ریشهش از طبقه ریتیکولار لایر گرفته میشه پس موی یا هیر عبارت از ملحقات جلد می باشد که در تمام قسمت های بدن موجود می باشد جز از کف دست و کف پای هر دهشتن دل تبشتن بیر ورور کوچک بسیار کوچک مگم جز از چی؟ کف دست شما موی دیدیم نیست کف با شما دیدیم و جز از کف دست و کف در اینجا موی موی هم از خود وظایف داره وظایف مهمی چی است؟ یک وظایف محافظت بدن از آفتاب و جسم اجتماعی میکنه محافظت چی است؟ وظایف موی اول محافظت از آفتاب است این چیز نیست موی و ریش خوب محافظت میکنه اگه این نبود جلد سرطان بسیار خراب میشه توسط چی؟ توسط آفتاب صحیح؟ در بدن شما تکه داری نه؟ فالا داری اگر در این ساختمانه بدن نیست این موی است این محافظت از آفتاب میکنه یک دوم وظیفه دومش محافظت از امتان است بیشتر گفتم براتون خط اول دفاعی بدن چی است؟ جلد است آفرین جلد دو سوم اگر مونداشین ببینید بس چی شد بوار اوه سوم وظیفه که داره در زیبایی رول مهم داره بسیار رول مهم داره کسی که نداشته باشه بود ارزش میفروشه کاس اون مجبور دیگه یک موی این اصلا این گپ کس این در اینجا این مطرح در افغانستان در خارج کسی باشه حتی این کس به شکل و قواره و زیبایی کسی رو نمیبینه اصلا اینی رو میبینه فقط بس یک آدم کلم باشه همون قدر احترام میگذاره برش یک آدمی که موی داشته باشه همون قدر نظر به تاثیرات است اونجا تاثیر که هر قدر بالا باشه احترامش هم قدر بالا است ما شما اینجا چی میبینیم؟ فقط نظر شکل ظاهر میبینیم صحیح؟ دیگه وظیفهش افرازات خداوات است افرازات خداوات بیشتر مثال دارم خداوات چربی و خداوات عرقی مثلا موادی که تولید میکنه موادی که تولید میکنه یا عرق باشه یا چربی باشه این مستقیم از بدن میتونه بیرون میکنه مثلا غدوات عرقیه که عرق از بدن چی میکنه؟ از بدن میکنه این هم یک وظیفه مهمش است دیگه مهمش در گرم نگاه داشتن بدن رول داره در گرم نگاه داشتن چی؟ بدن رول داره پنجم وظیفه در گرم نگاه داشتن بدن رول داره اگر شما حیوانات دیده باشه حیوانات موی زیاد داره او میتونه خود زیاد خوب در زمستان خود رو گرم میکنه و کسی که موی نداره باز در زمستان یخ میباشه به این خاطر این وظایفی موی شد و این ارزشی شد صحیح شد
در فعلا در دنیا سری زیاد کار میشه یک موی سر زیبایی جلد نیست جلد سری زیاد کار میشه. شما در ایران برید در ایران زیادترین پیسه و چیزا که مصرف میشه دکترای جلدی زیاد است. هر کسی بینی را کلان میکنه، کسی لب کلان میکنه، کسی میر جای کلان میکنه، مختلف کش میکنه، کسی پی آر پی مثلا کش میکنه و سری زیاد مصرف میکنه. امروز در جهان رطابت مصرف زیاد میشه، جلدی زیاد است. اگه صحیح بخوره کسی جلد زیاد مصرف. مثلا یک نفر است یک دفعه نیم بدنش بسوزه بیخی جلد نباشه، ولی که جلد میسازه یه کار هر کس نیست. که بخوابید این درس